ویران کردن این چایخانه 60 نفر را از جای کار محروم کرد. آنها را آینده ناروشن نگران کرده است. بسیاری اینجا ما بوزنیم، بسیاری ما کودک داریم، استودنت ها اینجا کار میکنن، همه ما روزگار ما همش ایروی همین چایخانه. قهوه‌خانه افسانه در محله 84 شهر دوشنبه جایگیر است. کارمندانش میگویند صبح گذشته ملیسه ها و نمایندگان حکومت ناحیه سینا آمده در و تیریزه طربخانه را شکسته از آنها طلب شد در ظرف 2 روز آن را ترک کنند. تمام حجت‌های حقوق معین کننده داریم. سوی ملکش معلوم است. حتی همین حجت‌ها را تفتیش نکردند، نگفتند که این سوی ملک دارد. یعنی این چیزو موافقه نکردند و همین پنجره ها رو برطرف کنند. مقامات ناحیه سینا به رادیوی آزادی گفتند صاحبان این طربخانه را 3 ماه قبل آگاه کردند که در جای افسانه بر طبق نقشه گنرالی بنای سود و اداره انداز می سازند. بنابراین باید این زمین را خالی کنند. صاحبان افسانه از آن شکوه دارند که در طلب حکومت درباره جبران چیزی گفته نشده است. اگر یک بنا رو برطرف نمایند، شما خودتون میدونید که باید به همون شهروندی که صاحب ملک همون چیز است یک جبران پولی پرداخت کرده شود. بعد از دعوت خبرنگاران به نواربرداری از کندن و شکستن طربخانه، حکومت صاحبان افسانه را برای مصلحت و مشورت دعوت کرده است. کارگران می‌ترسند که از جای کار محروم می‌شوند. حساب کنیم در یک ماه حق خدمت کارمندان از 1200 سومون تا 1500 سومون تشکیل می‌دهد. همین زمان که فعالیت نکرده استوده است همین چایخانه، شهروندان کارمندان همین چایخانه از همین حق خدمتشون محروم گشته است. کارمندان قهوه‌خانه افسانه امید دارند که مقامات آنها را اجازه می‌دهد تا پیدا کردن مکان نو فعالیتشان را ادامه دهند. ایناسترانسو می اومدن، بسیاری دولت‌ها میستودن، هم مدای چایخانه معقول بود. یگان مهمونای ما یگان شرایط شکایت یگان چی نداشتن، همه خوب بود.